سلام به شما بینندگان عزیز و هم‌میهنان ارجمند. خوشحالم که در این روز مبارک توفیق داریم تا در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم با برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های کنکاش. آقای دکتر سلام، خیلی به کنکاش خوش آمدید. آقای دکتر، اگه به طور خلاصه بخوایم فهرستی از مهمترین موضوعات سیاست خارجی ایران که آقای دکتر روحانی باید در مورد اونها تصمیم بگیرن و اقدام بکنند اشاره بکنیم، به چه پرونده هایی میتونیم اشاره بکنیم و بعد از اون انشالله دونه دونه اینها رو با هم دیگه بررسی بکنیم. پرونده که زیاده، از میکونوس و انفجار آرژانتین که دادستانش بدجور گذاشته پشت مقام عظما بگیر، تا خبر و دادگاه اسپانیا و رستوران واشنگتن و همین برابچی که این روزا تازگی تو فرانسه گرفتن، از اون ور دادگاه یمن و بحرین و عربستان و کویت و تا دلت بخواد. آدم که از درخت بیفته پایین یه بار میگه آخ پام، ولی 1000 پا که بیفته پایین میگه آخ پام 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 تا 3 ساعت هم این نداره که لامروت. آقای دکتر، یکی از موضوعات خیلی مهم بحث رابطه با آمریکاست. در این سالها سیگنال های متفاوت و وزن متناقضی در رابطه ایران و آمریکا به وجود اومد. با توجه به اینکه پالس های مثبتی هم از طرف آمریکایی ها، در واقع فلکچویشن های بسیار زیادی در روابطمون داشتیم. میشه تو افنایی با سیگنال و پالس و فلاکچویشن؟ فکر کنم شیخ فریدون به جای رابطه با آمریکا بیاد سراغ تو بهتره. هر وقت جوگیر شدی خواستی اف بی آی، یادت بیار که تو مجری همون مناظره مهد کودکی بودی که عکس ساعت نشون میدادی به کاندیدا، میگفتی این چیه؟ خجالت بکش. موندم تو اعتماد به نفست که نمیری دنبال یه شغل دیگه. این اعتماد به نفس تو رو اگه قلک بچه داشت میشد بانک مرکزی. بسیار متشکرم. ببینیم که شما بینندگان عزیز از مهمان محترم برنامه چه سوالهایی دارید و مطالبی رو که برای ما فرستادید خدمتتون مطرح سوال کنیم. تلفنی رو بگو. همکارم آقای علیزاده در اون بخش در خدمت شما خواهند بود. خب ما بدون کم و کاست بریم سراغ ایمیل. سوال تلفنی یکی از هموطنان عزیزمون که ارتباط ما با ایشون برقرار هست، خدمتشون سلام عرض میکنم و خواهش میکنم سوالشون رو مطرح بفرمایید. الو آقای دکتر، اگه قرار بود آخر شیخ فری بیاد، مقام عظما چرا از اول حاجی رفسنجانی رو زد کنار که هم چوبو بخوره هم پیازو؟ قربونت برم الهی، مثل این میمونه که بگم مثلا امام که میخواست آخرش جام زهر رو بخوره، بالاخره چرا جنگو شروع کرد؟ آدم که میره تو رینگ بوکس که از اول نمیدونه قرار پخش زمین بشه که این اطلاعات آدم موقعی تکمیل میشه که یه دستکش بزرگ قرمز میبینی اومد نشست تو پک و پوزت که دیگه دیر شده. تازه اگه مقام عظما طفلی بساطو جمع نکرده بود، اون وقت بهت میگفتم که تو خیابون چه خبر میشد. علیزاده، به جای که اینجوری وایسی منو بربر نگاه کنی، جمع و جورش کن که داره میکشه به جای ناجور این سوال و جواب. چرا یه همچین فکری میکنه آقای دکتر؟ تو به فکر کردن کار نداشته باش، هر کاری که من میگم بکن، یواش یواش حتی تو هم میفهمی. خواستن توانستنه. از ملاقه یاد بگیر که یه قاشق معمولی بوده ولی خواسته و تونسته شده. این خواهش میکنم یه ارتباط بعدی رو سوال هموطن عزیزم بشنویم و خدمت شما باشیم آقای حیدری عزیز. آقای دکتر، نکنه این حاج قاسم سلیمانی رو چیز خورش کرده باشن؟ یه موقع همش خبرهای خوب از عراق و سوریه و لبنان واسه مقام عظما می آورد. الان نمیدونم چی شده، بی ارزه شده. عراق و سوریه و لبنان شدن بدبختی‌های مقام عظما. نه خیر، چیز خودش نکردن. عقل داشته باشی میبینی که اوضاع عوض شده. از نظر استراتژیکی خیلی کارا که مقام عظما قبلا میکرد الان دیگه نمیتونه بکنه. مرحوم عووی همیشه میفرمودن به بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن به مشنگه، گفتن چرا دستت شکسته؟ گفت داشتم رو دیوار بلند میدویدم، یه دفعه دیوار تموم شد. میخوام بگم که الان یه سری دیوارهای استراتژیکی تموم شدن. خیلی ممنون آقای دکتر. از بینندگان عزیزمون هم متشکریم. خدا نگهدار. عزت همگی زیاد.